بیا هم له تاسو سره مونږ مخکې وویله چې مونږ دوه قهرمانان له ځان سره لرو چې هغوی د هېواد لپاره سترې هستۍ دي. یو هم استاد یاسین قادري د عضلاتو آقا او د پولیسو سفیر را سره میلمه دی، او یو هم د دوی استاد دی چې پر یاسین قادري زیار ایستلی دی او دوی ته تمرین ورکوي او ورسره ویتل. هغه فریدون انوري را سره میلمه دی. غواړو چې دوی سره دوی پر فعالیتونو باندې وغږېږو. نام خدا مخکې ما څه هم یاده وکړله ول چې دوه برابره ستا راځي. قادري صاحب ستړي مه شئ، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلام خدمت شما، خدمت همکار عزیزتان. سال نو برتان تبریک میگم از طریق پرده تلویزیون شما به هموطنان عزیز ما. آرزو دارم که یک سال پر از دستاورد به نیروی امنیتی و دفاعی کشور ما باشه و دیگه شاید رویدادهای دلخراش در این سال بخیر نباشه. انشالله. سال نو ما هم به هر دوی شما تبریک میگم و در شما هم سلام، خسته نباشید. زنده باشید. ما هم سلام بر خود شما، بر همکار شما. یک سال نو، سال خوش برای کلگی هموطنان ما میخوایم. استاد همداسې استاد همداسې شاګرد دواړه یو برابر. د وروستیو فعالیتونو ستاسو البته قادري صاحب څه فعالیتونه راوړي، هېواد ته افتخار راوړي، هغه د ټولو دی، خو بیا زیاتره ستاسو مربوط باندې کېږي چې تاسو په دې برخه کې رول لرئ. قادري صاحب به راته وایسین چې وروستۍ لوبه مو څه ډول لوبه وه، د چا سره وله؟ مسابقات جهانی بود که به میزبانی کشور منگولیا برگزار شده بود. تقریبا 82 مملکت قدرت جهان در این رقابت ها اشتراک کرده بود و حدود 623 نفر ورزشکار بود. خوشبختانه من توانستم در وزن 90 کیلوگرم مقام اول یا مطلع را به نام افغانستان ثبت کنم و در فینال مسابقات از میان 10 فینالیست مسابقه رقابت ها بازم توانستم که لقب آقای عضلات جهانی یا مستر یونیورس به نام افغانستان ثبت کنم. یعنی در این رقابت ها 2 ترافی و 2 مدال طلا ما به نام افغانستان ثبت کردیم. بله، ما هم به همین دلیل که شما یک دستاورد خیلی بالای بزرگ از سال گذشته داشتین خواستیم شما را با خود داشته باشیم و از سال آینده که در پیش روی ما هست و سال آغاز کردیم چی پلان هایی دارین و چی دستاوردهای خاص داشتین بر ما؟ بخیر انشاءالله تا 44 روز دیگه بخیر با مسابقات جهانی است که مسابقات المپیای آماتور است که به کشور دنمارک برگزار میشه به تاریخ 22 سور و یک مسابقه هم است به تاریخ 27 سور در کشور ایتالیا که به این مسابقات آمادگی جریان داره. دیگه فقط مشکلی که در پیشروی داریم مشکل ویزا است. دیگه فقط آرزو دارم که ویزا را دریافت کرده بتونیم که بازم در این رقابت ها اشتراک کنیم و بازم به نام افغانستان عزیز یک افتخار بزرگ دیگر را انشالله. انوری صاحب که تاسو راته وایستین چې د یاسین قادري صاحب سره څومره وخت کېږي چې بلد یاستئ او څومره ستاسو په گفت باندې کوي؟ کله کله هم داسې کوي چې والا استاد نمیشه والا از ما و استاد خود 10 سال میشه دیگه که یک جا هستیم. بله دو وقت هم خدا چیز بود یا دیگه 10 سال میشه دیگه تقریبا دیگه از صبح 6 بجه که یک جا هستیم تا 10 بجه شب هستیم. بله هیچ جدا نیست شما بی گفتی خود نمیکنی که استاد این کار نمیتونه؟ نه در اون چیزای خود بسیار جدی است. استاد سالی که گذشت و یک دستاورد خیلی بالای هم بر ما داشتن چقدر زحمت کشیدین بالای استاد ما؟ والا زحمت خود من زحمت خودش میکشه دیگه. خودت هم همراهش میباشی؟ ما همراهش میباشم دیگه. کل چیز در دست خودش است دیگه. بله دقیقاً. دیگه زحمت خود در دست خودش است، به حد به اندازه زحمت میکشه دیگه. واقعا یه بادی بیلدریه که سپورت است که حوصله و صبر زیاد میخواد دیگه. نن سبا مونږ ځینې کلپونه جوړ شوي په افغانستان کې په ډېرو ولایاتو کې خو خارجي هغه کسانو تصویرونه په بورډ باندې لګولي. نن خو مونږ د استاد ډېر ښه اندام لري او همداراز مخکې یاد وکړله چې د عضلاتو آقا دی. هیله ده چې د دې نه وروسته د قادري صاحب تصویرونه مونږ پر فعلا همینطور شده. تقریبا در سطح کابل دیگه همین بسیاری کلپای کس دیگه عکس قهرمان میزنه. خود از اونا میان در شوروم پیش ساز از ساز خواهش میکنه که ساز که اجازه شما باشه که ما چیز میکنیم عکسای خودت میزنیم. حالا فعلا همین سیستم در افغانستان دیگه روان شده که عکسای خود قهرمان میزنه. بله استاد قادری اگر چه وقت هم کم است و شما وقت هم ندارین بازم سپاس که آمدین. میشه از ما که هند رفته بودین و مردم هند خیلی شما تشویق کردن و همراهتان عکس گرفتن از خاطرات از بر ما بگین؟
بله همی لقب مستر یونیورسیتی موقع عضلات جهان که ما به نام افغانستان ثبت کردیم. این لقب به اولین بار است که به نام کشور جنوب آسیا ثبت شده و کشور هند همو کشور وقت همو مسابقات ما در جریان بود در شب آخر مسابقات همو کشور جنوب آسیا یک پارتی خاص گرفتن به خاطر تجلیل از همین رقابت‌ها. تمام کشورها اونجا حضور داشتن. منظور همین کشور جنوب آسیا است. دیگه اونا خواهش از همونجا در این که از من کردن که یک بار به این سفر داشته باشم و بالاخره موقع مساعد شد و به کشور هند رفتیم. دیگه وقت استقبال بسیار گرم کردن. دیگه من تقریبا یک سفر 11 روزه اونجا داشتم. 3 ایالت هند به حسابم به پونه، گجرات و دلی سیمینار هم داشتیم. دیگه وقت یک سفر بسیار پر خاطره و پر دستاورد بود. زنده باشین. ډېر مننه استاد، خبرې ډېرې خوږې زما د یاد وځل چې تاسو چای واچوم. خب استاد میشه شما هم بگویین که اونو که رفتن در مسابقات میره شما هم امروزشان میباشین در کشورهای خارجی هم؟ نه خیر در این سفر نشان من نبودم. در دیگه سفرهایشان با بله خودشان با سفرهایشان میباشیم. بله بسیار خب. استاد از شما خودتان چقدر وقت میشه یا مدت میشه که شما تمرین میکنین؟ شما گفتین استاد قادری 10 سال میشه. از خودتان چند سال میشه؟ از من زیادتر میشه از استاد. فکر کنی که 7 سال بالاتر. استاد تاسو خپل څومره مسابقې ورکړې دي؟ ما دلته کړی نه ده پاکستان کې. پاکستان کې دي دغه تقریبا 1 کال ته ما وخت تیر کړی ده. یعنې ډېر عمر دی هلته تېر کړی. اوس ولې نه غواړې چې لوبې وکړې مسابقې ورکړې؟ اوس خو بس موږ سره قهرمان دي، دې سره کوشش وکړو غواړې چې خپل انرژي پر قهرمان باندې مصرف کړې. واقعا خب استاد میشه که خودتان هم مسابقات داشته باشین؟ از یک افتخار کرده 2 افتخار بهتر است. والا استاد چند دفعه پیشنهاد کرده دیگه تر خودم تو تصمیم قاطع ندارم فعلا دیگه. خب یو شی دی چې استاد غواړي چې د څه چې خپل انرژي لري پر قادری صاحب مثلا. خب درست از قادری صاحب هم حال به جایگاهی رسیده که نیاز نخواد داشته باشه که استاد اونها رو حمایت کنن. استاد میشه که اول هم در یک کشور اگر ما مسابقه داشته باشیم مقام اول هم از خود ما شه و مقام دوم هم از ما شه. کوشش میکنم دا آینده بخیر. زنده باشین شما. یعنی خپل قادری صاحب تاسو نه هیله کړی چې تاسو خپل بله چند دفعه میره چیز کرد که باید از یک مسابقه. تشکر. کوشش وکړئ. ډیره مهرباني. از قادر صاحب راته وایي چې تقریبا ډېر وخت کېږي چې تاسو یعنی ورزش کوئ. څه فکر کوئ په کوچنیوالي کې هم نام خدا خوئ که نه وروسته بیا ښه شوئ د ورزش سره ښه شوئ؟ نه خیر وقت ما ورزش پرورش اندام شروع کردم من تقریبا 53 کیلو وزن داشتم. دیگه آهسته آهسته تقریبا نزدیک ما 59 هستم فکر کنم. بله من 53 کیلو شما بالا وزن داشتم. یعنی ما میتونم. دیگه دو ورزش است که کم نفسگیر است. دیگه وقتی به مو شوق علاقه باشه گپ نیست که نشه. یعنی بسیار زود بدن رشد میکنه و نتیجه خوب آدم میتونه گرفتن. ماشومتوب کې دې ګودي پرانبازي کوله که بله زیاد شوق داشتم. بله ولیدلی خو نه یم داسې. نه خیر اکثر وقتا میشه اتفاق میفته خو مگم زیاد در خردی کیلو پرانبازی زیاد کردیم. او جنگ بودی ما چایله. بله ډېر مننه چې راغلی که څه هم وخت کم دی ستاسو. قربانتان تشکر از دعوتتان. دیگه آرزو دارم که یک سال نو خوب و خوش را به پیش داشته باشین و یک تبریکی خاص به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما میگم به اون دوستا و عزیزای سربازای دلیر ما که در سنگرهای جنگ دور از فامیلایشان هستند به اونها یک تبریکی خاص میگم و آرزو دارم که یک سال نو خوب را آغاز کرده باشن و انشاءالله که در سال پیش رو شاهد هیچ حوادث و هیچ حادثه در چی نباشیم. در کابل و افغانستان باشیم. خب سپاس از شما هم استاد که آمدین و دعوت ما رو پذیرفتین. دوستای عزیز گودی پرانبازی هم یکی از رسم رواج ها یکی از بازی های عنعنوی ماست که در روزهای سال نو روزهای عید اطفال و جوانای ما میرن و گودی پرانبازی می داشته باشن. خب ما هم یک بسته تصویری همی داریم با هم یک جا میبینیم. بازم در ادامه برنامه با مهمانای دیگر ما را دنبال کنیم. گودی پرانبازی گودی پرانبازی یکی از سرگرمی‌های افغان‌ها میباشد و نگاه هر تازه وارد را به خود جلب می‌کند. چرخه گرفتن، تار دادن، جنگ انداختن گودی پران و در نهایت دویدن به دنبال کاغذ پران آزاد شده بخش این سرگرمی را تشکیل می‌دهد. در سالهای حاکمیت طالبان گودی پرانبازی ممنوع قرار داده شده بود، اما بعد از سرنگونی حکومت طالبان بازار کاغذ پرانبازی نیز گرمتر از همیشه گردیده است.
با باور بسیاری کاغذ پران بازی از کشور هندوستان وارد افغانستان شده است. یکی از مشخصهای اصلی گودی پران خوب کمان استفاده شده در ساخت آن می باشد. کمان کاغذ پران خوب باید انعطاف و سبکی لازم را برای پرواز داشته باشد. کاغذ گودی پران با نقش و نگار آراسته می شود. در گذشته های دورتر پیام های عاشقانه و صمیمانه بر روی گودی پران خریداران بیشتر داشته است. اما سیاست با بالهای کاغذین گودی پران با آسمان نیز راه یافته است. با مناسبت های مختلف از کاغذ پران برای شعار نویسی استفاده می گردد. افغان های مقیم خارج نیز از این تحول بی بهره نماندند. تار گودی پران اهمیت خاص خود را در کاغذ پران بازی دارد. این تار که در اکثر موارد هزاران متر طول دارد به وسیله ماشین مخصوصی بر روی چرخه گودی پران قرار می گیرد. جنگ انداختن با آزادی گرفتن از جنبه های اصلی گودی پران بازی می باشد. دو کاغذ پران با هم نزدیک شده و گودی پران بازها تلاش می کنند تا تار کاغذ پران رقیب را بریده و آن را به زمین بیاندازند. در این گیرودار تماشاچیان با هلهله و شادی منتظر نتیجه این جنگ می مانند تا گودی پران آزاد شده را به دست آورند. جنگ و آزادی در آسمان کابل ساعت تیری و یا سرگرمی روزانه افغان ها می باشد. گودی پران آزاد شده سرگردان به زمین می آید و اولین دست آزادی را می گیرد. در این سرگرمی جنگ طولانی نیست و آزادی به دست آمده نیز برای جنگی دیگر به فضا رها می شود.